بنابراین جوهر، غیرت، ناموس مهمتره گاه از او علم های اکادمیکی کتابی ها. برعکس در امون سالهای 24 اکثر زیاییان تحصیل کرده ما زید دولت تاجیکی برآمدند. پروفسورها، همین فطرت پروفسور بود، عبدالرؤوف فطرت. این عبدالرؤوف فطرت طرفدار دولت ترکی شد. این شیرین شاه نخوانده بچه بیست گفت نه ما تسلیم نمیشیم، تاجیک باید صاحب دولت باشد. انا برای همین میگم که وقتی اینا را کارنامه شأنم خیلی احساس کنه، همین هر کس از ایجاش خزانه و معلمی جوان میگه که ما میشم یک شیرین شاه دیگه اگر کسی به همین دولتی من کمترین تجاوز و تعرض کنم. خیلی همین مهم است که همون حس شخصی شوه. معلومات کتابی یکم فایده نداره، او برای یک درس دادن است. ولی آدمی که خودش احساس کنه که همین من چی با همین دولت، با همین تاریخ، با همین ملت پیوندم، همون میشد ملت دار و دولت دار. زیرا بارها گفتم ولی اینجا دینا جوانو هستن، این معلم ورزش از جوان وقتی در هم دیوار میبینه شیرین شاه و تیمور، نصرت الله مقسومه، یکی فکر نه که اینا یگان موسفیدایی، سیاست مدارایی، پیری، سالها اکادمی خوندن، سیاست شناسی خوندن، رهبر شدن. اصلا خیلی نیست. همین شیرین شاه و تیمور وقتی رئیس بدخشان میشن 23 ساله بود. 23 ساله. این حالی ما 23 ساله را کودک حساب میکنیم. هم خیلی نیست؟ چونکه تولد شیرین شاه و تیمور 1899، سال 1922 یعنی بچه 23 ساله اولین رهبری ولایت بدخشان. وقتی که رئیس جمهوری تاجیکستان شد شیرین شاه و تیمور 31 ساله بود است. این هم جای یکان کس هست 31 ساله نیست. هم علاقه گذشته ای او سین سال یعنی 31 ساله بود از رئیس جمهوری تاجیکستان. علاقه 36 سالگی ده کشته شد. این رقم ها چرا لازمن؟ این رقم ها انمو واقعیت در ما نشان میدن که هر این بچه معلم تربیت جسمانی میگه یه در 33 سالگی دولت ساخته است، من میتونم برای کشور یک کاری کردم. هم خیلی نیست؟ یعنی انمون تصور نتی که وای او ولی ما هم 70 ساله شاید رنگ شیرین شو با یکان کار میکنیم. خیلی وای در 21 سالگی، 23 سالگی، 31 سالگیش دولت ساخته است، از قومی اجدهای تاریخ کنده گرفته است. این دولت ما. بنابراین وقتی ما همین هر بار ما ای پیش همو صورت همو گذرون به خدا اگر همین شریعت اجازت میداد سجده میکردیم به خدا. اما خیلی چونکه اینا بچه های جوان همی کار کردن. نصرت الله مقسوم هم یکا موسفید نبوده است، 54 سالگیش ده کشته شده است. این هم سالهای ما بوده تقریبا کشته شده است. بنابراین او قهرمان ها یگان افسانه نیستن. او تاریخ صنف 5 دارین که میگه که روایت قدی فلان پهلوان 16 متر بده، دستش 20 متر بده، شمشیر چند کجاش چند متر بده. اینا خیلی نیستن. اینا نمی قهرمانای واقعی، این نمی هوای نفس کشیده است، هم خیلی همی آب خورده است، در همی کوهساری تاجیک گشته است، بالای همی سنگ نشسته است، ولی همی گرده و غیرت و ناموس داشت است که بچه 22 ساله، بچه 30 ساله این دولت بنیاد کرد. بنابراین جوهر، غیرت، ناموس مهمتره گاه از او علم های اکادمیکی کتابی ها. برعکس در امون سالهای 24 اکثر زیاییان تحصیل کرده ما زید دولت تاجیکی برآمدند. پروفسورها، همین فطرت پروفسور بود، عبدالرؤوف فطرت. این عبدالرؤوف فطرت
طرفدار دولت ترکی شد. این شیرین شای نخوانده بچه بیست گفت نه ما تسلیم نمیشیم، توجیک باید صاحب دولت باشد. انا برای همین میگم که وقتی اینا را کارنامه شعنم خیلی احساس کنه، همین هر کس از ایجاش خزان و معلمی جوان میگه که ما میشم یک شیرین شای دیگه اگر کسی به همین دولتی من کمترین تجاوز و تعرض کنم. خیلی این مهم است که همون حس شخصی شود. معلومات کتابی یکم فایده نداره، او برای یک درس دادن است. ولی آدمی که خودش احساس کنه که همین من چه با همین دولت، با همین تاریخ، با همین ملت پیوندم، انمو میشد ملت دار و دولت دار. شما این فرق فطرت، پروفسور عبدالرؤوف فطرت دانشمندترین تاجیک استاد آینه میفته که یگان کس چنین فطرت با سواد نیست. آدم حیران میشنه که این فطرت ای عثمان اومده باشه با سواد ای. لیکن وقتی دولت تشکیل کنی فطرت گفت که بهتر از دولتی ترکی باشد. ولی همی شیرین شاه نه اکادمی، نه پروفسور، نه کتابای خیلی خونده، ولی جوهرش که بود گفت که من قبول نمیکنم. شما میدونید که به استالین مکتوب نوشتن خودکشی بود. با مکتوباش خیلی بسیار دیپلماتی هم نیست، اما پریم مستقیم نوشته که کنی حقوقی تاجیکان و من به این مردم حقوقتون به دست میاریم. گفته اینا را خیزاندم به طرف شوروی. از من چقدر در روی نگاه میکنم که بگم که شما خیلی دولت دار نمیشه، دولت دیگر رو میگیرن. کتابی استاد قربان علمشاه هست با نام شیرین شاه شاه تیمور. همین کتاب شیرین شاه شاه تیمور ده مکتوب های شیرین شاه شاه تیمور با ستالین هست. با ستالین سال 25 26 27 نوشته که رفیق ستالین وقتی چرا تاجیکا دولت ندادید؟ 5 مکتوب می نویسد با ستالین میگه آخه کنی دولتی تاجیکا. بعد میگه که این بچه ای حد گذرون کشته شود. یعنی در مسئله دولت ملی هر دوش کشته شدن، در حالی که اینا جوان بودن بسیار. بنابراین همیشه همیشه دانید که رول غیرت از رول علم بعضا مهمتر است. من همین اشرف غنی پرزیدنت افغانستان گرفت، میدونید دو عنوان عجیب داشت. غیر از این که دکتر غنی، پروفسور غنی چیزا با میفتن که گاندی افغانستان، گاندی است که مهاتما گاندی، با میفتن که دومین مغز متفکر جهان. یک مجله امریکایی روش صورت شماندگی دومین مغز متفکر جهان دکتر اشرف غنی. این دومین مغز متفکر جهان گره رفت. چرا خیمه شد؟ چون که گوه غیرت، ناموس، جوهر، اصالت از او دانش مهمتر است. انا شیرین شاه شاه تیمور بزرگیش در امی بود که انمو غیرت و قدرت و بازو نمیدونم گرده کلانش گیم این دولت است. برای همین این دولت روی گرده ها و بازوهای غیرت که ایستادگی. این بسیار گپی مهم است.